هفته خبر تو خبر داره براتون از یه دروغ شاخدار، از یه دراکولای خونخوار درباره اوضاع فلاکتبار در فاشیسم عمامه‌دار. هیچ مسئله بی پاسخ در نظام ما نیست. هیچ مشکل در این نظام که نظام ولایت فقیه است لاینحل وجود نداره. بنبستی در این کشور وجود نداره. همه بنبست ها رو ما در نظام ولایت فقیه حل شده میبینیم. اگه بنبست ها رو حل شده میبینی پس بهتر یه سمعک برای چشمت بخری، چون ظاهرا بنبست های عظما با انترش رو یا ندیدی یا خودتو به ندیدن میزنی. آخه گیج مشنگ، جواب این بسیجی های سرگردون تو بنبست مشایی رو چی میخوای بدی؟ عملا چطور آقا؟ عملا همونه. عملا شما از دل رهبر خبر دارید، شما که هر سفری ما داریم منزل نه ولی مستقل همه مردم میخواد. رومون نمیشه از همه اینجا دفاع کنیم دیگه. اگه تا دیروز مشکل فقط با مشایی بود، الان سیبل پای خود عظما یعنی احمدی نژاده که داره بهش شلیک میشه. تو رئیس شورای عالی امنیت ملی ما بودی، در زمان تو این کثافتکاری اتفاق افتاد که 8 جاسوس انگلیسی ماری که توسط بچه‌ها در خاک جمهوری اسلامی در آبهای داخلی ما به اسارت بچه‌ها در آوردن، همونجا هی زنگ می‌زدی اینا رو از تو آب آزادش نکردن. بچه‌ها گفتی از تو شلنگه آزاد بچه‌ها میاریم تهران، آوردیم تهران برای اولین بار در طول این تاریخ، چیزی که من با چشم خودم ندیدم. پای پلکون هواپیما این جاسوس‌های انگلیسی اومدن پایین. ریچارد دالتون سفیر کثیف انگلیس زیر پای پلکون هواپیما از جیت دولتی و پاویون دولت، پاویون تشریفات، با هماهنگی وزارت امور خارجه و با هماهنگی نیروی انتظامی حالا طرف یابو برش داشته دیگه عظمای مردنی رو قبول نداره، تکلیفش چیه؟ آقا اگر بخوایم یک کسی رئیس جمهور بشه که اصلا رهبری رو قبول نداره، چیکار کنیم؟ هیچ کار، برید توی کشور دیگه رئیس جمهور بشید. تا حالا که عظما با هیچ کدوم از رئیس جمهوراش نساخته. این وسط بسیجی ها گیج موندن که بالاخره کدوم یکی منحرفه؟ هاشمیه؟ احمدی نژاده؟ یا هر دوشون؟ خب 23 رو ادامه میدیم با یک برداشتی آزاد از چند عکس خبری. من فکر میکنم ما یک جورهای سرکاریم، یعنی باید به باورهای اولیه خود درباره روابط بین این بزرگواران شک کنیم، به آیکیوی خودمان شک کنیم، به هوش اجتماعی و سیاسی ما شک کنیم، چون نتوانستیم آخرش بفهمیم اینها همدیگر را دوست دارند، دوست ندارند، اهل شوخی‌اند، اهل حرف درگوشی‌اند، با هم نمیسازند یا جلوی دوربین ها الان ژست گرفتن. ما کلاً یک جورهای سرکاریم. اما ظاهراً مشکل اصلی جاده ولایته که انقدر شکاف برداشته که هر ماشینی توش بیاد میره ته دره. نظام که از هم پکیده، امام تو قبرش تپیده، عظما تو بیتش کپیده، محمود شمت مرگیده، یکی ریششو چلونده دیگه را براش نمونده. ماته این اند مکافاته، ماته بله، توی این اوضاعی که نظام تو اند مکافاته، بسیجی ها همینطور سرگردون افتادن به خیابون گردی دنبال آرزوهای امام گور به گور شده شون میگردن. حالا بریم ببینیم احساسشون از این سرگردونی چیه. هر قدمی که برمیدارین چه احساسی دارین؟ هر قدمی که برمیدارم فکر میکنم سبکتر میشم. آها، پس بگو اومدی وزن کم کنی ها؟ البته اینجوری به امامش بیشتر نزدیک میشه،
چون آرزوهای اون کفن پاره هم تو معده‌اش بود. این چیزیه که عکاسش هم به چشم دیده. دکتر آمدن عکسی از معده حضرت امام گرفتن و بعد از اینکه گرفتن دیدم که گفتم این چیه؟ گفتش که عکس از امام گرفتیم. سری و سر برام آماده کردن، ظرف 2 ساعت من برگشتم اومدم، ولی چون از معده بود حالت شب اول ماه هلال ماه بود، دوم ماه سوم ماه تا کامل ماه، ولی نگو مهدی گرد بود اینجوری. بعد زمانی که اینا رو چیز کرد گفتش که فلانی اینا چیه؟ گفتم که من شب اول ماه رو گرفتم تا شب 14 15 ماه تو آسمون گرفتم. گفت کار قشنگی داری. آقا این یکی خیلی جدید بود. شنیده بودیم که امامشون رو تو ماه میدیدن، اما نشنیده بودیم که ماه رو تو معده امام هم دیدن. حالا خاطره‌ای بشنویم از روداریان که با یه حرکت بسکتبالی امام افتاده تو همون معده کذایی. من یه خاطره خیلی زیبایی دارم از امام. ما این لباس چریکی پوشیده بودیم، خب مثلا 18 سالمون بود، پوشیده بودیم فعالیت میکردیم توی محل، انتظامات محل تحت عنوان کمیته انقلاب بود اون موقع تشکیل شده بود تازه. ما رفتیم قم ملاقات امام، بچهای کمیته هسته اولیه کمیته، رفتیم خدمت امام. اونجا که رسیدیم امام دستشونی که تکون میدادن به من نگاه کردن، یه اینجوری مثلا یه اشاره‌ای کردن، ما حالمون دگرگون شد. حالا تو معده امام چی کار میکردیم؟ از قضا اینا که هول دادن ما رو انداختن تو راهرو، در بسته شد، ما موندیم و امام. من فقط نمیدونم چی شد، بغل کردم امام رو، ریششو نمیبوسیدم. واقعا یک نقطه عطفی در تاریخ زندگی من شد، ریششو نمیبوسیدم. اما در 22مین سالمرگ دجال توی یک کنفرانس با حضور چند دراکولا جنبه جدیدی از شخصیت امامشون کشف شد. نشست یک روزه تخصصی حقوق بشر با حضور مقامات عالی رتبه قضایی، اجرایی و دانشگاهی در تهران برگزار شد. این نشست در آستانه 22مین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان احیاگر حقوق انسانها در عصر حاضر برگزار شد. حالا وقتی رئیسی یعنی عضو کمیسیون مرگ 67 و لاریجانی دور هم میشینن، راستی از حقوق بشر چی باقی میمونه؟ یکی از اتهاماتی که به ما میزنن این است که ما اعدام‌های فراوان و فراقانونی و امثال اینها داریم. در کشور ایران بر اساس قانون ما اعدام داریم، منتها هیچ اعدام فراقانونی نداریم. پسرخوانده عظما در عراق که این جلسه رو دید به طمع افتاد که اون هم یه جلسه نمایشی حقوق بشر برای خودش راه بندازه. اما این دیکتاتور نپخته به عقلش نرسید که نباید اینجور جلساتو به صورت زنده پخش کنه، چون پخش زنده همان و ترکیدن بادکنک حقوق بشر مالکی همان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. كلمة منظمات المجتمع المدني أين هي؟ أنا أقدم لرئيس مجلس الوزراء وأسأل أين هم هؤلاء المعتقلين الرأي؟ الرأي والتظاهر السلمي والتجمع المدني، لماذا نتهم من قبل رئيس الوزراء أنه متهم بالإجرام؟ بله، دیکتاتور عراق جدید که لالمونی گرفته بود تازه داشت گوشی دستش می اومد که در پایان مهلت 100 روزه از این صحنه ها زیاد خواهد بود. در آخر هم توجه شما رو به حرفای یکی از شخصیت‌های حقوق بشری نظام جلب می‌کنیم که با شروع فصل تابستون برنامه‌های خودش برای اجرای دقیق مفاد حقوق بشر رو اعلام کرد. 25 خرداد ماه در حوزه امنیت اخلاقی، خاصتاً موضوع بدپوششی، موضوع آلودگی صوتی، تشدید اقدامات عملیاتی انتظامیمون را انجام بدیم. برخورد با سگ‌گردانی چه در خیابان‌ها و چه در خودروها در طرح جدید نیروی انتظامی دیده شده است.
سگ‌هایی که این تهدیدات رادان رو شنیدن این واکنش سمبولیک رو نشون دادن و این کلیپ ها رو روی یوتیوب گذاشتن.